درود خدمت همه دوستان عزیز. امروز پنجشنبه است 13 نوامبر 2025. خب همینطور که میبینید اونس جهانی به 4240 حدوداً رسیده. حالا از اینجا به بعد کاری ندارم، اما نکته خیلی مهم که میخواستم به دوستان نشون بدم اهمیت درک صحیح پرایس اکشنه. روز گذشته یا بهتر بگیم 2 روز گذشته معاملاتی تایم فریم 15 دقیقه این خطوط رو بنده به عنوان پرایس اکشن داشتم روی چارتم. اصلا کاری به سبک و ستاپ و استراتژی ندارم. درک الفبای معاملاتی یا همون پرایس اکشن رو من عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید اینجا یک پی پترن ایچیموکو یا مثلث جمع شونده تشکیل شده که پایین در واقع مثلث یا پایین این نوسان جمع شونده خط سبزی بوده که کشیدم و سطح بالایش خط قرمز بود و کنار اون ما یک کانالی هم اینجا داشتیم، کانال سعودی که یه لول پایینش بوده که اونم من در واقع با سبز رنگ به صورت خط حمایت در نظر گرفتم و انتظار داشتم از هر سمتی که این شکست صورت بگیره حرکت خوبی از قیمت داشته باشی، که دوستانی که با من کار کردن میدونن که کدوم لول ها رو باید اندازه گیری بکنن که چه در واقع نتیجه ای از مارکت رو انتظار داشته باشن. بنابراین حتما هر سبک و سیاقی که کار میکنید، هر سیستمی که ترید میکنید، حتما به پرایس اکشن دقت کنید. ابتدا تو تایم فریم های معتبرتر، تایم فریم های کلیه که حالا میدونید همه جا هست، 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت، پرایس اکشن رو خوب رسم کنید، لول ها، خطوط، و حالا تو هر تایم دیگه ای که دوست دارید حالا استراتژیتون رو پیاده کنید، اندیکاتوری باشه، چه میدونم اسمارت مانی باشه یا هر چیز دیگه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. مدیریت ریسک و سرمایه رو فراموش نکنید.